مرد 42 ساله تاجیکستان جمشید سلیمانوف را در پتربورگ روسیه با اتهام کشتار برای 2 ماه به حبس گرفتند. او در قتل هموطنش ریحان زن 39 ساله مادر 2 فرزند عیبدار می شود. بنا به فرضیه تفتیشات جمشید ریحان را برای همگی 20,000 روبل پول قرضش کشته است. این حتی کمتر از $300 است. تفتیشات میگوید جمشید ریحان را در جای کارش یک کارگاه قنادی در کوچه کمسمال نویه کلین شهر پتربورگ با روی بوغی کردند و چند ضربه کارد به قتل رسانیده. سپس به فرودگاه رفته است تا به تاجیکستان فرار کند و از جوابگری گریزد، ولی مقامات توسط ثبت ویدیو کامراهای نظارتی و تلفن موبیلیش که هنگام کشتن ریحان در جای حادثه از دستش افتاده شکسته است، شخصیت قاتل را خیلی زود معاین کردند و جمشید را زمانی دستگیر کردند که از فرودگاه پولکوی پتربورگ الکی به مسکو پرواز کرده اکنون در فرودگاه مسکو برای پرواز نهایی به تاجیکستان آمادگی میدید. به سلیمانوف بر اساس ماده 105 کودکس جنایتی روسیه تا 20 سال زندان تهدید میکند. او دیگر سالهای نزدیک تاجیکستان را نخواهد دید. دادگاه نویه کلینین اخیرا جمشید سلیمانوف را برای 2 ماه به حبس گرفت. به او برای قتل مادر 2 فرزند تا 20 سال زندان تهدید میکند.